توهین‌های بیجای آریانا سعید برای نامزادش اسیب سعید و گپ‌های خارج از چوکات آریانا سعید برای اسیب سعید به خاطر خیانت که در حق آریانا سعید انجام داده بود. آیا اسیب سعید نامزاد آریانا سعید لایق این گونه حرف است که آریانا سعید برایش تقدیم کرده است و دلیل این کار آریانا سعید چی خواهد بود؟ آیا اسیب سعید با واقعیت برای آریانا سعید خیانت کرده بود و یا خیر؟ پس برای دانستن این ماجرا بیننده این ویدیوی من باشید. سلام دوستان عزیز، امیدوارم لباس عافیت بر تن داشته باشید و دور از گزنده روزگار باشید. شما را خوش آمدید میگویم به کانال الماس افغان. پس برای حمایت بیشتر من علامت سابسکرایب را فشار دهید. آریانا سعید یکی از هنرمندان پرآوازه کشور ماست. در دل افغان‌های ما از جایگاه خاصی برخوردار است. آریانا سعید اولین آهنگش را در سال 2009 به نشر رساند و اولین آهنگش به اسم افغان پسرک بود و بعد از آن آهنگ کنسرت‌های پی در پی برای خود و علاقه‌مندانش به اشتراک گذاشت و اولین آهنگی که آریانا سعید را به آریانا سعید امروزی مبدل ساخت آهنگ آریانا سعید بود که در یکی از کنسرت‌هایش در تلویزیون طلوع اجرا نمود و بعدها توانست با آهنگای زیبایش در دل افغان‌ها و علاقه‌مندانش جایگاه خاص خود را پیدا کند. آریانا سعید بیشتر از 100 آهنگ دارد و بیشتر آهنگایش ویدیو کلیپ دارد و زیادتر آهنگای دیگرش هم صوتی می باشد و در این روز آریانا سعید خواسته است که یک آهنگ جدیدش را برای علاقه‌مندانش به نشر برساند. آریانا سعید دارای 47 سال سن می باشد و همچنان از ولسوالی چاردی می باشد. دارای 6 خواهر است و برادر ندارد. پدر و مادر آریانا سعید فوت کرده است. آریانا سعید یک بار ازدواج کرده است اما از ازدواجش طفل ندارد و از هم جدا گردیدند و در این اواخر اسیب سعید برای آریانا سعید خیانت کرده است و آریانا سعید خیلی گپ‌های بد و توهین‌های بیجایی برای اسیب سعید تقدیم کرده است. جان سپاس دوستان عزیز که تا این دم با من همراه بودید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدین پس برای دوست شدن با من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوی دیگر الله یار و یاورتان.